السلام علیکم بینندگان عزیز. برنامه اطلاعاتی پیام روز منظور شماست. نخست برایتان آیدیبای‌های غلیظ در محله‌های 8، 12، 13 و 20 گزارش می‌دهیم. فعالیت کارخانه و فابریکا در پیشرفت مملکت نقش خیلی مهم می‌بازد، اما مشاهده می‌شود که باقی مانده‌های آن ساکنان محله‌های 8، 12، 13 و 20 شهر خوجند را به تشویش گذاشته است و آنها از پنجشوی بوی غلیظ فیرمه‌های مرغ‌پروری به آنها نزدیک شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند که بوی غلیظ بگاهی بعد فرو رفتن آفتاب و محیط اطراف پهن می‌شود و آنها بگاهی نمی‌توانند از سبب بوی غلیظ تیره‌های خانه‌شان را گشاده هوای خانه را تازه نمایند. مراد جان میر محمدوف ساکن محله 12 شهر خوجند است و میگوید که بوی غلیظ کیهاست و محیط محله طریق شمال پهن می شود. اما که مراد جان از سرداران زواد و فابریکا خواهش میکند که با یگان راه این بوی را از پهنشوی به محله ها پیشگیری نماید تا مردم از هوای تازه نفس کشند. من جیتلو محله 12 میکرایان چندین بار نوشتیم و با جواب کردیم که همین شمال اطراف قبله شودگر همین از مرخانه‌های بالا بوی تحمیل بیاد دنیای پردازه ما بوی غلیظ همین ما مقابله و زندگی و آن نیستیم، لیکن و یک فیلتر مانم یا یگان حساب همون بوی تفتشون طرف ما نبیاد حرکت کرد یک توربو مانده بلند میکنم میکن یا من این ما 12 میکرایم بود دورتر سایه میکرایم نزدیک 8 میکرایم نزدیک بعد ما 13 میکرایم هست اونجا با بهتر بوی نقطه نزدیکتر باشد همون به اکنون یک التماس که همین حسابشون یاوه. مسئله مذکور در نشست مطبوعاتی رئیس ولایت سوق نیز محاکمه گردید. رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده عاید این مسئله ذکر کرد که برای پیشگیری پهنشوی بوی‌های غلیظ چاره‌های ضروری اندیشیده شود. شهروندان رو به تشویق رسید بوی غلیظ حرارتی بالان شدن در وقتی فصل توریستو در وقتی وزیدنی شمال بوی غلیظ مردم به تشویق رسیده است. هرچند که ما هم پیشنهاد و توصیه می‌کنیم شخصی بسیار کنیم که این قانون ایران کنیم کرده است در وقتی درست در وقتش در برداشتنی پرتابی بسیار مفاهمه است پروتکل‌های معمولی ترتیب شده است و وقتی روزی تابستان است جایگیر کننده یعنی پرتاب‌های سالمی پرنده‌ها انتقالش سوس برآمده شده است. منطقه صنعتی باشد و کارخانه صنعتی بنیاد می‌شود، لیکن وظیفه اساسی امروز کارمندان مقامات اکولوژی یعنی حفظ محیط زیست امروز همین کمبودی‌هایی که از کاربری کنید همراه رفته علاوه هم من روزنامه نگاری که امروز همین پیشکش کرده همین کمبودی من گفتم که 3 سال رسید همین حالا همین کمبودی هست بینیتون برطرف کنیتون حفظ محیط زیست حرکت میکنند برای انسان چیکار کارهای جامعه میکنند برای بوی غلیظ چیز. ساکنان محله امید دارند که بعد این نشست و تاکید جدی رئیس ولایت پهنشوی بوی غلیظ در محله‌های شهر خوجند پیشگیری کرده می شود. گزارش مدینه کریم و جمشید زاده جهانگیر تنین پیام روز.